این چی زندگیه؟ 2 سال و 6 ماه ما در اینجا زندگی میکنم. اگر نه ما هیچ کدام ما دوست نداریم که در این وضعیت زندگی کنیم. ما همه ما جا داشتیم، زندگی داشتیم، ولی متاسفانه کشور ما آرامش نیست، امنیت نیست. ما از مجبوری بلند شده آمدیم. هیچ کدام ما دوست نداریم که از برادرای خود، از پدرای خود، از مادرای خود، از خواهرای خود، از فک و فامیل خود دور باشیم. هیچ کسی ما دوست نداریم. کی دوست داره این زندگی را؟ جنگ در افغانستان واقعا در زمان روسا و قبل از روسا و بعد از روسا جنگ‌های داخلی خارجی مردم افغانستان را، خاک افغانستان را واقعا ویرانه کرد. و از راه میایی تا اینجا 99% مرگ در کمینته که هر لحظه ممکنه غرق بشی. من باید روی من به جرئت میتونم بگم و در و کانتینر رو بسته بودن. جالب اینجایه که در زمان جنگ جهانی دوم هم این شکنجه ها شاید نبوده باشه، میشه مقایسه کرد با اون زمان. ولکن منو کتک زدن و بعد به چشم من اینو من به چشم خودم میدونم اگر 100 بار منو کتک بزنم بازم من میرم. احساس من میاد که افغانستان، نظر من میاد، آرزوی من میاد که افغانستان باید ساخته بشه دیگه. از به اصطلاح صاحب نظرهای خودم امیر میخوایم شاید هم ببینم حرفای منم شاید بشنوه یا نشنوه، ولی امیر تقاضا دارم همیشه خاصمون میاد که دیگه بس کنن، دیگه یک نظر به اولاد خود بکنه. اولاد خودش بدبخت است، فرزند خودش بدبخت است، پسر خودش بدبخت است، خانواده خودش بدبخت است. درست خودش آرامی داره، خودش اگر آرامی نداره یا یک مقدار به اصطلاح به اسم یک رئیس شناخته میشه، ولی فردای خود را فکر کنه که فردا اولادش چی خواهد شد.